سلام و درود خدمت دوستان عزیزم. امروز با یه ویدیو دیگه با من همراه هستین. میخوام براتون چند تا از دمنوش‌هایی که به کمک درمان بیخوابی کمک میکنه بهتون معرفی کنم. خب بریم شروع کنیم. درمان‌های بسیار سنتی و بدون عوارضی وجود داره که ما میتونیم اونا رو جایگزین درمان‌های شیمیایی کنیم که خیلی راحت تره و میتونیم اوج خواب آرام و راحتی رو تجربه کنیم. دمنوش‌های مفید برای درمان بیخوابی بابونه یکی از دمنوش‌های قدیمی ترین هستش که قرنها از آن به عنوان نوشیدنی خواب‌آور و آرام بخش استفاده می شده. این دمنوش یکی از محبوب ترین دمنوش‌ها در سراسر جهان هست و برای رفع استرس بسیار مفیده و انتخاب بسیار خوبی برای دمنوش قبل از خواب است. بهلیمو، دمنوش بهلیمو به کاهش فشار عصبی، استرس و اضطراب کمک میکنه و بدین ترتیب یعنی اینکه شما با نوشیدن یک فنجان بهلیمو قبل از خواب میتونید راه خوبی برای سد کردن افکار مزاحم باشه. این دمنوش اغلب با ترکیب نعنا تهیه میشه که آن رو به یک نوشیدنی نشاط‌آور تبدیل میکنه که مجاری تنفسی رو پاکسازی میکنه و در نتیجه به خواب بهتر کمک میکنه. بهار نارنج گیاهی که میتونه برای افرادی که به مشکل بیخوابی و افسردگی به صورت همزمان مبتلا هستن مناسب باشه. بهار نارنج رو میتونید شما به شکل دمنوش، شربت یا عرق استفاده کنید. در واقع این گیاه بیشتر مناسب سودایی مزاج ها هستش. و گل بنفشه، برای مشکل بیخوابی میتونید از گل بنفشه استفاده کنید به این منظور که شما جوشونده این گل رو درست کنید و اون رو به صورت و شقیقه بمالید. این گیاه برای افراد صفرایی مزاج هستن مناسبه که علاوه بر جوشوندن این گیاه میتونید از روغن گل بنفشه هم استفاده کنید. آخرین و مهمترین دمنوشی که خیلی کمک میکنه به اعصاب همچنین و خواب آرام گلگاو زبونه که آرام بخشه و میتونه به درمان بیخوابی به ویژه در افرادی که صفرایی مزاج هستن کمک کنه. گلگاو زبون حتما با لیمو عمانی مصرف بشه چون گلگاو زبون گرم و مرطوبه. باید اون رو با استفاده از لیمو عمانی از خاصیت گرم بودن اون کم کرد. خب امیدوارم مطالبی که بهتون گفته باشم مفید باشه. حتما به ویدیوهای ما سر بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید.